قرائن برمیاد که حداقل آمریکایی‌ها چیزایی شنیدن از مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی که حالا دیگه لحن ترامپ آرام شده و به جورایی قانع شده که میتونه همه اون چیزایی که تو نامش خواسته به دست بیاره. دلیل سردرگمی ماها به خاطر اینه که ما حرفایی که جمهوری اسلامی توی و مقاماتش توی تلویزیون میزنن رو باور میکنیم. به هیچ وجه این حرفا رو توی خفا نمیزنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. به خلوت که میرن مثل موشن. جرأت اینه که بخوان این حرفایی که تو تلویزیون میزنن. امروز نایب رئیس مجلس گفته که اگر آمریکا به ما حمله بکنه ما دنیا رو ناامن میکنیم. این حرفا رو توی اون مذاکرات نمیزنن. حرفای بسیار صلح‌آمیز، بسیار گوسفند معابانه‌ای میزنن، بسیار حرف شنو و مؤدب و بسیار دکتر اگه بخوام فریب بدن چه؟ آخه آمریکایی‌ها گفتن حداقل آمریکای ترامپ راستی آزمایی میکنه. یادتونه ریگان یه جمله معروفی داشت میگفت trust not verify. میگفت اعتماد میکنیم ولی باید راستی آزمایی کنیم. شما موقعی که به ما میگین مثلا به روسیه میگفت شما موقعی که قرارداد سالت رو امضا کردن که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای رو از 15000 تا به 5000 تا تقلیل بدن، میگفت ما در این مورد trust but verify، یعنی باید بیام دونه دونه خودمون دانشمندان و مهندسین آمریکایی بیان اونجا ببینن که شما اینا رو دونه دونه دیسمنتلشون کردین و بین بردینشون. در همه این سرنگون کردن از هم وا کردن و دور ریختن اون 10000 موشک هسته‌ای کلاهک هسته‌ای آمریکایی حضور داشتن. در مورد جمهوری اسلامی هم همین خواهد کرد. در پایان این مذاکرات یک هیئتی از آمریکا نه از سازمان انرژی اتمی، ممکنه اعضای سازمان انرژی اتمی هم توش باشن، متخصصین انرژی اتمی، ولی آمریکای ترامپ اینا رو وریفای خواهد کرد که تمام قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین رفته. قابلیت موشکیش باید تقلیل پیدا بکنه به حد اکثر 1000 کیلومتر. دیگه موشکی که قابلیت ساخت سلاح هم سلاح هسته‌ای داشته باشه، تمام اون چیزایی که خواسته، حتی حقوق بشر رو هم خواسته بهش اضافه کرده. یعنی سرکوب ملت ایران رو باید جلوش بگیره و بی ثبات کردن و ناپایدار کردن منطقه رو دست برداره. باید از حمایت تمام این سازمان‌های هشت شعبی و کتایب حزب الله و نمیدونم انصار حزب الله و حزب الله لبنان و حماس و اینا تمام باید دست برداره. خب اگه اینا رو جمهوری اسلامی تمام این 5 تا کارو بکنه تبدیل میشه به سوئیس. دیگه جمهوری اسلامی نیست که. میدونیم مطمئنم اون داستان ضرب المثل جوک نمیدونم ضرب المثل قدیمی رو شنیدین که یه کسی توی این حمام‌های عمومی قدیمی ایرانی یک روی بدن یه مردی رو بدن یه مرد دیگه، یا کسی که اومده بود حمام یک خالکوبی یه شیر بسیار قشنگ رو می‌بینه، بهش میگه کجا این شیر خالکوبی کردی؟ میگه که مثلا فلان مغازه. فردا میره پیش اون مغازه میگه شیر شبیه اون شیری که روی شونه فلانی گذاشتی می‌خوام، میگه باش شروع کنه سوزن زدن. این دردش میاد. میگه این کجای شیر؟ میگه این دم شیر. میگه شیر دم نمیخواد. بعد وقتی داستان شیر بیال و دم اشکم درست میشه. واقعا از جمهوری اسلامی مثل اون خالکوبه اگه دندان نداشته باشه، یال و کوپال نداشته باشه، پنجه تیز نداشته باشه، دم هم نداشته باشه، دیگه جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک گربه بی آزار. یعنی حکومت‌ها یا خودشون تن به خواستهای ملتشون میدن تبدیل به یک حکومت خدمتگزار میشن، یا ملت با انقلاب مجبورشون میکنن، یا بعضی وقتا نوعی رفتار. ببین تمام کشورهای چموش حکومت‌های چموش دنیا رو آمریکا نمیداد آدمشون بکنه، بلکه اهمیتی بهشون نمیده، منافع آمریکا ضرر نمیزنن. ولی اگه شما دولت چموش باشی و اون وقت منافع آمریکا رو هم صدمه بزنی و بیشتر از صدمه زدن تهدید به ناامن کردن جهان هم بکنی، این باعث میشه که اون کاری که مردم قرار بود جمهوری اسلامی بکنن آمریکا بکنه. اون وقت آمریکا رو میاریم به میون. بنابراین این نشانه عمق بی‌خردی کسانی بود که اینا میتونستن با دیکتاتوری تو ایران تا 100 سال حکومت کنن اگر پای خودشون از گلیم دراز نمیکردن. همون چیزی که بهش میگن عمق استراتژیک، نیروهای نیابتیشون، موشکیشون و هسته‌ایشون، همون ستا باعث شد که آمریکا رو جلب اینا بکنه و آمریکا رو به بازار سرنگونی اینها بیاره. اینا حکومتی که خودشون کشف بکنن معجزات خود سرنگونی رو، یه همچین حکومتی نیستن، یه همچین بصیرتی ندارن، ولی چون آمریکا رو به میون بردن آمریکا براشون این کارو میکنه. نامه آقای ترامپ به آقای خامنه ای دقیقاً کلید زد خود سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه جمهوری اسلامی رو با این دو گزینه روبرو کرد: یا خودتون سرنگون میکنین وسیله پذیرش این 5 تا ماده، یا اینی که ما شما رو سرنگون میکنیم. این دو تا گزینه در مقابل جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به نظر من میدونه اگه آمریکا سرنگونش بکنه چه شکلی سرنگونش میکنه. دیگه یک دونه آخوند تو ایران نمیمونه، بلکه در اون صورت ملت ایران هم جسور میشن و بلند میشن. و بنابراین این الان تحلیلیه که باید نمایندگان سپاه اتاقای فکریشون بشینن این تحلیل رو بکنن، اگر نمیخوان که خودشون و زن بچه‌شون در آینده آواره کوهدشت ونزوئلا و کره شمالی و اینجاها بشن. اساسا دشمن نادان به نفع ما هستش تا یه حدودی.